من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله می فرماید و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب، به درستی که از آنان گروهی هستند که یلوون السنتهم، زبان خودشون را میگردانند، زبان را تاب میدند، به اصطلاح زبان را کج میکنند نسبت به کتاب، یعنی وقتی که آیات کتاب را میخوانند. یا شاید این اشاره هست، گرچه شاه ولی الله رحمه الله معتقد است که تحریفی که یهودیان داشتند تحریف چی بود؟ لفظی بود، ولی عموم مفسران معتقدند که اونها دو نوع تحریف داشتند، هم تحریف لفظی داشتند هم تحریف معنوی داشتند، لذا کلمات را تحریف می کردند. این اشاره به تحریف لفظی هست. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، تا اینکه شما بپندارید آن را از کتاب، در حالی که وما هو من الكتاب، حقیقتا اون کلمات کتاب نیست. اینقدر اینها جری هستن بر گناه، جری هستن بر تحریف، که کلمات خودشون را، کجزبانی خودشان را به عنوان آیات کتاب خدا جای دادند. اما الله می فرماید و یقولون هو من عند الله، آنها ادعا می کنند، میگویند که اینها از جانب الله است، در حالی که و ما هو من عند الله، نیست آن کتاب، آن کلمات، اون الفاظ جز کتاب الله از جانب الله نیست. و یقولون علی الله الكذب وهم یعلمون، رب العالمین می فرماید آنها بر الله کذب میگویند، دروغ میگویند، در حالی که خودشان هم میدانند و هم یعلمون، میدونن این کلمه مال ماست، این دروغ را ما اضافه کردیم. از خدا نمی ترسن، خوف الله عزوجل نیست. خب اون چه که در انجیل متی که مسیحیان نجران ادعا می کردن که خود حضرت عیسی به ما دستور داده که من را رب بگیرید، چون بحث مسیحیان نجران بود، منو به عنوان معبود فریاد بزنید، از من بخواهید. الله تعالی می فرماید که اون آیات هم از همین قبیل بودند، یعنی آیات را علماء محرف، تحریف کننده از خود درست می کردند و به عیسی علیه السلام نسبت می دادند. و الا الله می فرماید که کجا پیغمبر، اون انسانی که خدا بهش کتاب بده، اون انسانی که خدا بهش نبوت بده، بهش فهم و فراست بده، آیا به مردم میگوید که بیایید مرا پرستش بکنید؟ بعید است، امکان ندارد.
خب پس اون چی که در تورات در انجیل است چیه؟ الله می فرماید که اینها را همین نوع علماء دین فروش چی کرده بودند؟ در انجیل اضافه کرده بودند. اینجا عبارت علامه خازن هست که ان نصارى نجران كانوا یقولون، نصارای نجران، مسیحیان نجران که برای مبارزه و برای مناظره خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده بودند، می گفتند که ان عیسی امرهم ان یتخذوه ربا، عیسی ما رو دستور داده که ما عیسی را رب خودمون انتخاب کنیم. فقال تعالی ردا علیهم ما کان لبشر، تفسیر خازن. خداوند این آیه ما کان لبشر را به عنوان رد و پاسخ اونها بیان فرمود. الله می فرماید ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوة، سزاوار نیست، لایق نیست برای هیچ بشری. بنویسید جواب شبهه افترا بر انبیا. این افترا هست بر پیغمبران، فلان پیغمبر گفته منو عبادت کنید. الله می فرماید سزاوار نیست برای هیچ بشری ان یؤتیه الله الکتاب، اینکه خدا به او کتاب بده، والحکم حکم بهش بده، یعنی فهم بده یا قدرت بده، و النبوة و همچنین پیامبری و نبوت برایش بده. بعد از اینکه کتاب خدا در دستش، نبوت هم دارد، حکمی از جانب الله دارد. ثم یقول للناس كونوا عبادا لی من دون الله، سپس بگوید برای مردم که بندگان من باشی بغیر از الله. بیاید این پیغمبر به مردم بگوید بیا مرا پرستش کنو. اونو الله فرستاده که یکتا پرستی را در میان مردم رواج بده، مردم را یکتا پرست بگرداند، موحد بگرداند. او می آید به سوی عبادت خودش دعوت می دهد؟ هرگز نه. برای هیچ بشری این سزاوار نیست، بلکه اون که می آید چگونه دعوت می دهد؟ ولكن كونوا ربانیین، ولكن یقولو مقدر است، اما میگوید پیغمبر که بیاد میگوید کونوا ربانیین، شما ربانی باشید، با خدا باشید، شما اهل الله باشید، با خدا باشید، فقط خدا را فریاد بزنید، فقط خدا را سجده و عبادت کنید. بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون. مقتضی اول، به خاطر اینکه شما کتاب آموزش می دهید و به خاطر اینکه شما کتاب می خوانید، کتاب یاد می گیرید، کتاب یاد می دهید، کتاب می آموزید، کتاب آموزش می دهید. شما بی سواد نیستید، شما جاهل نیستید، شما جنگلی نیستید که هیچی ندونید، شما اهل کتابید، با سواد تحصیل کرده، لذا شما باید یک خدا را بپرستید. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه، الله می فرماید شما را امر نمی کند اینکه ملائکه را و نبیین و نبیها را اربابا رب بگیرید، اونها را پرورش دهنده، اونها را معبود، اونها را خدا انتخاب کنید. ایامرکم بالکفر، آیا پیغمبر شما را دستور به کفر می دهد بعد از انتم مسلمون، بعد از اینکه شما مسلمان منقاد مطیع خدا شدید، تسلیم در مقابل الله شدید، شما را پیغمبر به کفر وادار می کند؟ این غیر الله پرستی، این ولو اینکه انبیا پرستی باشد کفر است. پس ببینید از این آیات ما چه نتیجه گرفتیم. امکان داره که عبارتی منسوب باشد به سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم، عبارتی منسوب باشد به سوی یکی از صحابه،
روایتی منسوب باشد به ائمه. خب مردم را فریب بده که اینها گفتن در فلان حاجات فلان را فریاد بزنید، فلان را بخوانید. وقتی که تورات را، انجیل را تحریف کردند، دست زدند، اونجا هم دین فروشان توانستند که آراء زائغه خودشون را، اهواء خودشان را، خواهشات نفسانی خودشان را پیاده کنند. در کتاب‌های دیگه نمیتوانند. در مقدمه صحیح مسلم هست که جابر جعفی میگوید فقط که من 50,000 حدیث دارم که اونها را جرأت نمی کنم برای مردم بیان کنم. یعنی اینقدر مردم خرافات درست کردند، اینقدر از خود درست کردند و به خور مردم دادند تا اعتقاد مردم را، باور مردم را نسبت به خدا، نسبت به توحید ضعیف بکنند، سست بکنند. لذا مردم بیچاره اینها را میخوانند، فریب میخورند، فکر میکنند که حدیث پیامبر هست، روایت فلان امام هست، در حالی که الله عزوجل میفرماید که برای هیچ پیامبری سزاوار نیست، نه تنها عیسی علیه السلام، دیگه پیامبران، دیگه امامان، دیگه بزرگان و مقتدایان دینی، اونا هرگز نمیگویند، حضرت ابوبکر هرگز نمیگوید، حضرت علی کرم الله وجهه هرگز نمیگوید مردم شما ما را پرستش بکنید، فلان را صدا بزنید، فلان را در حاجاتتون بطلبید. انبیا نمیگویند، همه میگویند کونوا ربانیین، اهل خدا باشید، با خدا باشید و شما ربانی باشید، فقط خودتون را اختصاص بدهید به رب. لذا اون چی که در عبارتهایی هست، در روایتهایی هست، در کتابها هست اعتبار نداره، فقط قرآن و سنت صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اذ اخذ الله میثاق النبیین، اینجا خداوند ترغیب میده به سوی اتباع پیغمبر صلی الله علیه و سلم. همه پیروان کتابهای گذشته را، پیروان انبیاء گذشته را، چه یهود باشند، چه نصارا باشند، چه غیر اینها باشند. چرا خداوند اینجا یادآوری میفرماید پیمانی را و میثاقی را که از پیغمبرانشون گرفته؟ اون پیمان چیه؟ اون پیمان این هست که شما پیامبران دین من را به مردم برسانید، اما در آخر پیامبر خاتم می آید. پیامبر خاتم که آمد، نبی خاتم که آمد، اگر شما در اون زمان حضور داشتید، تشریف داشتید، ایمان هم بیاورید بهش و باید یاریش بکنید. خب این پیمان را خدا چرا گرفت از پیامبران؟ پیامبران که نبودن در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم. در واقع هر پیغمبری که پیمانی میبندد، عهدی و میثاقی را امضا میکند از طرف خودش و امت خودش، از طرف خودش و پیروان خودش. معنیش اینه که ای پیامبران شما این پیمان را ببندید، شما و امتتون موظف هستید. وقتی که این پیامبر ما آمد، این رسول خاتم صلی الله علیه و سلم آمد، امتیان شما، پیروان شما، متبعان شما موظفند به او ایمان بیاورند و او را یاری کنند، در معرکه ها، در میادین مختلف در کنار او باشند. ملاحظه بفرمایید این پیمان را که الله بسته. الله می فرماید و اذ اخذ الله میثاق النبیین، وقتی که الله عزوجل گرفت پیمان انبیا را. این پیمان را چه زمانی بست؟ چه زمانی گرفت؟ و وعده را چه زمانی گرفت؟ اکثر مفسران نوشتند که هر پیامبری را زمانی که نبوت میدادند و پیغمبری خداوند بهش میداده، این پیمان را از اونها گرفته که فعلا شما آخر یک پیغمبری می آید که برای همیشه دین اوست.
لما آتیتکم من کتاب و حکمه. تشریح میثاق. لما آتیتکم چی هست؟ تشریح میثاق. النبیین، این الف لام استغراقی است، از همه انبیا این پیمان گرفته شده. لما آتیتکم، البته لما آتیتکم من کتاب و حکمه، آنچه که به شما دادم از کتاب و حکمت. به این کتاب و حکمت یعنی کتاب و حکمت قبلا عرض کردم یعنی فهم کتاب، درک کتاب، و این کتاب را شما به او عمل کردید. ثم جاءکم رسول، سپس آمد پیش شما پیامبری. رسول، التنوین للتعظیم، این تنوین برای چی هست؟ تعظیم هست. سپس پیش شما آمد پیامبری مصدق لما معکم، پیامبری که تایید کننده هست، تصدیق کننده هست اون کتاب هایی که با شما هستند، روشی که شما دارید، اصول شما را، یعنی اون هم مثل شما بر توحید و یکتاپرستی دعوت میداد. وقتی که این پیغمبر آمد، وظیفه شما یک، لتؤمنن به، البته حتما به او ایمان بیاورید. دو، ولتنصرنه، حتما او را یاری کنید، یاری برسانید با اعضا و جوارحتان. ایمان با دل هست، یاری با چی هست؟ با دست و پا، با اعضا و جوارح. بعد از اینکه این پیمان را خداوند گرفتند، اهتمام، اینجا بنویسه اهتمام اول میثاق، اهمیت اول. شما جای میرید یک قولنامه امضا میکنید، بعضی ها میرن نکاح نامه مینویسند، به خاطر اهمیت که فردا انکار نکند. الان یک بار اون کسی که منشی هست نوشته میخواند، ببین من میخوانم، گوش کن، تمام مفادش را قبول داری؟ بند یک، بند دو، بند سه. بعد آخر می نویسد که برای فلانی در محضر فلانی این مفاد این اقرارنامه خوانده شد، قرائت شد، فلانی قبول کرد. بعدا ازش امضا و انگشت میگیرند، تأکید میکنند، کار را پخته میکنند. این پیمان اینقدر اهمیت دارد که خداوند بعد از اینکه پیمان را گرفته از انبیا سوال میکند. قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اصری، آیا اقرار کردید و گرفتید بر این اصری؟ اصری یعنی عهدی، اصری یعنی عهد من را گرفتید. اصری معناه هل اخذتم على ذلك اصری على الامم، والاسر بكسر الهمزه العهد، روح المعانی، والاسر بكسر الهمزه العهد. آیا عهد من را گرفتید؟ عهد میبندید؟ وعده میکنید؟ قالوا اقررنا، جواب انبیا میگه ما اقرار میکنیم، ما به این عهد پایبند خواهیم بود. الله عزوجل میفرماید قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین. این اهتمام دوم میثاق، خیلی این میثاق مهم است. گواه باشید، من هم با شما گواه هستم. فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین یعنی چه؟ بازم امام رازی نوشته یعنی فلیشهد بعضکم علی بعض بالاقرار، با این اقرار بعضی از شما انبیا به بعضی دیگه گواهی بدهید. و انا علی اقرارکم و اشهاد بعضکم علی بعض من الشاهدین، من خدا هم بر اقرار شما که بعضی به بعضی اقرار میکنید و میگویید ما چنان پیمانی بستیم باید از رسول خاتم به ایشون ایمان بیاوریم و ایشون را یاری برسانیم، من خدا هم از شاهدین هستم. خب عرض کردم انبیا که نبودند، این اقرار، این عهدنامه، این میثاق به خاطر کی بود؟ پیروان اون انبیا. یعنی پیروان موسی وقتی که اینجا بودن باید ایمان بیاورن،
پیروان عیسی باید ایمان بیاورند، پیروان داوود ایمان بیاورند، پیروان ابراهیم باید ایمان بیاورند، همه پیروان ها باید ایمان بیاورند. الله می فرماید فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. کسی که پشت بدهد بعد از این میثاق، کسی که تولی بکند، اعراض بکند بعد از این میثاق و پیمان، فاولئک هم الفاسقون، ثمره تولی، این انسان ها خارجون از دین هستند. الفسق الخروج عن الدین. خب من اینجا خدمت شما یک مسئله ای را که بظاهر جز موضوع آیه نیست ولی از آیه میشه استنباط کرد خدمت شما بیان میکنم. جای اون موضوع در سوره کهف است ولی چون اینجا این آیه آمده من خدمتتون عرض میکنم. شما وقتی که سوره کهف را بخوانید، داستان موسی و خضر را میخوانید. موسی و خضر رفتند. خب اولا اختلاف هست که آیا خضر پیغمبر هست یا یکی از اولیاء هست. بیشتر مفسران معتقدند که خضر نبی، خضر پیغمبر است، اما بعضی معتقد هستند به حیات خضر علیه السلام. آیا خضر پیغمبر زنده هست هنوز؟ آیا الیاس پیغمبر زنده هست؟ چون در بعضی کتاب ها نوشته که خضر هنوز زنده هست و الیاس پیغمبر هم هنوز زنده هست. و حتی خرافاتی ها میگویند که اگر شما در دریا با مشکلی مواجه شدید، خضر پیغمبر را فریاد بزنید، ایشون در دریاها تشریف دارند. و اگر در بیابانها و در جنگلها شما با مشکلی مواجه شدید، الیاس پیغمبر را صدا بزنید، ایشون هم تشریف دارند. خب این که اهل خرافه این را میگویند، اهل بدعت و شرک این را میگویند، خب این را علماء ما قبول ندارند. هر جا انسان باید خدای خضر را فریاد بزند، خدای الیاس را بخواند و از او استمداد بطلبد. اما آیا واقعا زنده هستند؟ خب بعضی از مفسرین ما نوشتند زنده هستند. بعضی نوشتند با توجه به این که خضر در چنین جای عجیب زندگی میکرد و بعداً بحث وفاتش هم نیامده و خیلی افراد میگویند که ما خضر را یا در خواب ملاقات کردیم، یا بعضی افراد کسی را دیدن در بیابانی در کنار دریایی لباس سفیدی را گفته من خضر هستم. لذا یا یک نوع تخیلی بوده یا واقعا حالت مکاشفه‌ای بوده، هر چی بوده میگویند که خضر حیات دارد. خواجه خضر چی؟ حیات دارد. اما محققین از مفسران بر این باور هستند که خضر علیه السلام و الیاس علیه السلام درگذشتند، وفات کردند. همه پیغمبران وفات کردند جز سیدنا عیسی علیه السلام که اون وقت وفاتش هر وقتی که برسد ایشون هم وفات میکنند. خب الان در این آیه استدلال ما از کجاست؟ استدلال از اینجاست که اگر خضر و الیاس به عنوان دو تا پیغمبر زنده بوده، خداوند از همه انبیا پیمان گرفته، میثاق گرفته که هرگاهی که پیامبر خاتم آمد وظیفه شما هست به او ایمان بیاورید، او را نصرت بکنید. لتؤمنن به ولتنصرنه، باید یاریش کنید. اگر واقعا این بزرگواران زنده بودند باید این به این وظیفه خودشون عمل میکردن، می آمدند خدمت رسول الله، هم ایمان می آوردند و هم در جنگ های بدر و احد و خندق و احزاب و تمام جنگ ها باید در کنار رسول الله می بودند. این وظیفه هست، این پیمانی هست، بر این پیمان تاکید هم شده. چرا نیامدند؟ ازا معلوم میشه که این گفته و این باور درستی نیست، گفته درستی نیست، این اساسا اشتباه است. از این آیات ما استنباط میگیریم. اما عیسی علیه السلام، شما میگویید عیسی علیه السلام در این دنیا نبودند.
عیسی علیه السلام در آسمان ها وقتی که به این دنیا تشریف بیارد در آخر زمان، عیسی علیه السلام به کتاب قرآن عمل می کند، به شریعت محمدیه علی صاحبها الفتحیه عمل می کند، جهاد می کند، یاور دین میشه، ناصر دین میشه. عیسی علیه السلام به وظیفه خودش باید عمل بکند. لتؤمنن به ولتنصرنه. پس چنین چیزی در رابطه با خضر و الیاس که در دنیا هستند، در دریاها و در بیابانها هستند، وجود ندارد، اما بیشتر انشاءالله در سوره کهف. الله می فرماید فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. کسی که تولی و اعراض بکند اینها جز فاسقان. افغیر دین الله یبغون وله اسلم. اکنون خداوند می فرماید بعد از اینکه این دین آخر آمده، دینی که مبرهن است با دلائل و حجج قویه، این دین آمده، غیر از این دین چی می خواهند؟ غیر از این دین چی می طلبند؟ در حالی که همه عالم در مقابل الله تسلیم است، همه منقاد است، طوعا و کرها، و خوشی و ناخوشی. چرا اینها تسلیم نمی شوند؟ الله می فرماید افغیر دین الله یبغون. آیا غیر از دین خدا اینها می طلبند؟ وله اسلم من فی السماوات والارض. در حالی که برای اون الله، برای اون ذات تسلیم شده، منقاد شده تمام آنچه که در آسمان ها و زمین هستند، طوعا و کرها. طوعا و کرها، طوعا مثل مسلمانان با خوشی، با رضایت، و کرها یعنی منقاد هستند، مطیع هستند، طبعا چه بخوان چه نخوان، مثل بقیه خلائق، جمادات، عرض کنم جواهر، نباتات، اشجار، همه، خورشید و ما، همه اینها دستور الله را اطاعت می کنند. و الیه یرجعون، به سوی او فقط برگردانده می شود همه و همه. پس چرا همه منقاد، همه تسلیم، اما یهودیان تسلیم نمی شوند، مسیحیان تسلیم نمی شوند؟ اکنون الله تعالی ترغیب به تسلیم میده و تلقین می کند. قل آمنا بالله، بگو ما ایمان آوردیم به خدا، و ما انزل علینا، آن کتابی که بر ما نازل شده یعنی القرآن، ما به قرآن ایمان داریم. و ما انزل علی ابراهیم، آنچه که بر ابراهیم نازل شده، فرود آمده، و اسماعیل، بر اسماعیل، و اسحاق، و آنچه که بر اسحاق، و یعقوب، و الاسباط، اولاد یعقوب، تمام انبیاء بنی اسرائیل. و ما اوتی موسی و عیسی، و آنچه که موسی و عیسی داده شدن، یعنی معجزات و کتابهایی که داده شدن، و النبیون، و بقیه انبیاء آنچه که داده شدن، من ربهم، از جانب ربشان، ما به همه ایمان داریم. مثل شما نیستیم که به بعضی ایمان داشته باشیم، به بعضی ایمان داشته نباشیم. مثل یهود نیستیم که تورات را قبول داره، انجیل را قبول نداره، موسی را قبول داره، عیسی را قبول نداره. یا مسیحیان تورات و انجیل را قبول دارن، قرآن را قبول ندارن، محمد را قبول ندارن. نه، ما به همه را قبول داریم، به همه ایمان داریم، ولی شما هستید که ایمان ندارید. خب ببینید، وقتی که اسحاق و یعقوب و اسباط گفت، یعقوب، موسی و عیسی هم جز اولاد هستند، اما چرا ذکرشون کرد به صورت ویژه، به صورت خاص؟ چون روی سخن اینجا با کی هست؟ با پیروان موسی و عیسی، با یهودیان و مسیحیان است. لذا الله می فرماید که اینها را بگو که ما به همه ایمان داریم، لا نفرق بین احد منهم، ما بین هیچ یک از اینها جدایی نمی کنیم، تفریق نمی کنیم. چطور تفریق نمی کنیم؟ شما میگویید که محمد صلی الله علیه و سلم افضل است،
امام الانبیاء است، سید المرسلین است، آقای تمام پیغمبران است. تفریق جدایی هست، یکی بهتره، یکی به هر حال از اون پایین تره. ما از نظر فضیلت ما جدا می کنیم، اما از نظر ایمان تفریق نمی کنیم. لا نفرق بین احد منهم مثل شما بان نؤمن ببعض و نکفر ببعض. به بعضی ایمان بیاوریم، بعضی دیگر را ایمان نیاوریم، کفر کنیم. ما این کار را نمی کنیم. علامه آلوسی نوشته لا نفرق بین احد منهم بالتکذیب و التصدیق. مثل شماها بعضی را تکذیب کنیم، بعضی را تصدیق کنیم. کما فعل اليهود و النصارى. مثل شما یهود و نصارا که انجام می دهید، بعضی را تکذیب، بعضی را تصدیق. بغیر از این ما این کار را نمی کنیم. اما والتفریق بین ذلك بالتفضیل جائز. اما مسلمانان اون چه که میکنند بین انبیا فرق قائلن. بچی؟ بالتفضیل. بعضی را فضیلت میدهند، بعضی را پایینتر، بعضی را بالاتر. این جایز است. قرآن خودش گفته تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فضیلت ها را قرآن حتی یاد کرده. منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات. ویژگی ها و خصوصیات هر یک از انبیاء را خدا بیان فرموده. پس تفریق اونطوری که آلوسی میگه والتفریق بغیر ذلك بالتفضیل جائز. تفریق غیر از این صورت که بعضی را فضیلت بدیم بر بعضی، این جائز هست. بله. لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. ما فقط برای خدا مسلمون. مسلمون را چه تفسیر کردیم؟ مخلصون. مخلصون همون موحدون هست. مخلصون له فی العباده. ما در عبادت خالصتا عبادت را برای الله انجام بدیم. یعنی یک جایی هستیم، مثل شما هر جایی نیستیم، هر کسی را پرستش نمی کنیم. و من یبتغی غیر الاسلام دینا. خب پس اکنون تعیین شد که فقط خدا را باید عبادت کرد. الله می فرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا. هر کسی که بطلبد، بخواهد غیر از اسلام دینی را، فلن یقبل منه، ثمره دنیوی، فلن یقبل منه، در دنیا از او پذیرفته نمیشه. ثمره اخروی و هو فی الاخرة من الخاسرین. این انسان در آخرت از زیانکاران است، ضرر و زیان. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم. عناد قوم، ضدیت این قوم را الله یادآوری می فرماید. الله می فرماید این قوم را من چگونه هدایت کنم. کیف یهدی الله قوما، چگونه هدایت می فرماید الله عزوجل قومی را. بنویسیم مراد اهل کتاب. اهل کتاب را چطور انتظار داری هدایت بشن در حالی که کفروا بعد ایمانهم، آنها کفر کردن بعد از ایمانشان. چطور بعد از ایمانشان؟ قبلا بار بار خدمت شما عرض کردم که اینها آمده بودند اینجا که ایمان بیاورند. قبلا در تورات و انجیل خوانده بودند، میگفتن ما به پیغمبر خاتم ایمان میآوریم، او را یاری میکنیم. خب این ایمان هست. بعد از اینکه این پیغمبر خاتم آمد و از نسل اسماعیل شد نه اسرائیل، از این تعصب قومی چیکار کردند؟ اونها انکار کردند، کفر کردند. لذا الله می فرماید کفروا بعد ایمانهم و شهدوا، قبل از آن گواهی دادند که ان الرسول حق، رسول حق است، یعنی از جانب الله است. و جاءهم البینات، پیش آنان بینات آمده بود، حجج آمده بود، دلائل آمده بود. اما اینها بعد از این همه دلائل، بعد از اقرار و اعتراف کفر کردند. الان که کفر کردند چگونه خدا هدایتشون بده؟ والله لا یهدی القوم الظالمین. رب العالمین هدایت نمی فرماید این چنین قوم ظالمی را. این چنین قوم اینقدر ظلم
خودت باور داشتی، خودت قبول داشتی، الان به خاطر اینکه از فامیلت نیست، از اسرائیلی ها بنی اسرائیل نیست انکار میکنی. خب این انسان ها جزایشون چیه؟ الله میفرماید اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله. ثمره اول ارتداد بنویسید، نتیجه اول ارتداد، کسی که اول ایمان داره بعدن کفر بکند. الله میفرماید اینها جزایشان این هست که ان علیهم لعنت الله، به درستی که بر آنها لعنت الله است، والملائکه لعنت ملائکه هست، والناس اجمعین لعنت همه مردم هست، لعنت مؤمنین هست. ببین شما که اینجا میخوانید لعنت الله والملائکه والناس، دیگه خود به خود لعنت میشن تا قیامت. اینها ملعونند، اینهایی که بر عناد و بر ضد سوار شدند و بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله را انکار کردند. اول میدونستند تا که در این لعنت میمانند. خالدین فیها، همیشه در آن لعنت هستند. لا یخفف عنهم العذاب. خب نتیجه لعنت عذاب دیگه، نتیجه لعنت نار و آتش جهنم هست. ثمره دومش لا یخفف عنهم العذاب، عذاب از اونها تخفیف نمیشه، عذاب کم نمیشه، کاسته نمیشه. و نتیجه سوم ولا هم ینظرون، و آنها تحویل گرفته نمیشوند، نگاه نمیشوند، یعنی تحویل گرفته نمیشوند، به نظر لطف به سوی آنها نگاه نمیشه، دیده نمیشه. اینها برای همیشه ملعونند. البته راه هنوز در دنیا مفتوح هست، باز هست. کسی که توبه بکند، الا الذين تابوا من بعد ذلك، ترغیب مرتدین به توبه، مرتدین تائبین. الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه کردند، من بعد ذلك و اصلحوا، بعد از این یعنی بعد از کفرشان، بعد از ارتدادشان توبه کردن و اصلحوا، اصلاح شدن. اصلاح چیه؟ توبه خب برگشتن است، اصلاح جبران مافات. بیایند اقرار بکنن که مردم ما تا به حال به اشتباه بودیم، واقعا این پیغمبر خداست. فإن الله غفور رحیم، بدون شک الله عزوجل در حق این انسان ها غفور هست، بخشاینده، و رحیم، مهربان هست. خداوند اینها را می بخشد. ان الذين كفروا بعد ایمانهم، باز هم تخویف اخروی برای معاندین، برای کسانی که این توبه برای کسانی بود که از ارتداد برگشتند. اکنون کسانی که ارتداد را ادامه دادند، ثم ازدادوا کفرا، کفرشون بیشتر شد روز به روز، عنادشون بیشتر شد. نتیجه اونها الله می فرماید ان الذين كفروا بعد ایمانهم، بدون شک کسانی که کفر کردند بعد از ایمانشان، ثم ازدادوا کفرا، ثم ازدادوا کفرا، سپس کفرشان اضافه شد. کفرشان چی شد؟ اضافه شد، یعنی کفر بر کفر، انکار بر انکار، یعنی جدال بالباطل. چیه؟ جدال بالباطل، یعنی بر پیغمبر کفر کرده، الان دلائل دروغین و قصه ها و افسانه های دروغینی ایجاد کرده، میخواد بگه که اصلا پیغمبر نیست. این انسان ها لن تقبل توبتهم، ثمره دنیوی، هرگز توبهشان قبول نمیشه، هرگز توبهشان قبول نمیشه. و اولئک هم الضالون، اینها گمراهان است. ببینید اینجا با اشکال ما مواجه شدیم. خداوند میفرماید که هرگز توبهشون قبول نمیشه، در حالی که قرآن از اول تا آخر ترغیب توبه میده. ترغیب توبه هست یا نیست؟
بزرگترین مشرک اگر توبه بکنه توبهش قبول میشه، بزرگترین مرتد و منکر اگر توبه بکنه توبهش قبول میشه. پس لن تقبل توبتهم یعنی چی؟ در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرموده توبه تا چه زمانی قبول میشه؟ توبت امتی مالم یغرغر، تا غرغره و خرخره تا اون زمان توبه قبول میشه. ما خواندیم که حتی توبه یأس قبول میشه، توبه بأس قبول نمیشه. انسان وقتی که از زندگی ناامید هست، مریض، میگن سرطان داری، زندانیه، میگن اعدامت میکنیم، این توبه میکنه، یأس از زندگی ناامید شد، این توبه هنوز قبول میشه. فقط وقتی که به اینجا برسه قبول نمیشه. اینا چرا توبهشون قبول نمیشه؟ به این خاطر مفسران بزرگوار اینجا توجیهی نوشتند. من هم اشاره کردم جدال بالباطل یعنی چه؟ یعنی کسانی که جدال بالباطل دارند، یعنی هم مریضیشون لازمی، هم متعدیه، هم خودشون مریضند، هم خودشون گمراهند، هم دیگران را گمراه میکنند، هم ضالند، هم مضل هستند. لن تقبل توبتهم یعنی توفیق توبه نصیبشون نمیشه. نه اینکه اگر بیان توبه بکنن توبهشون قبول نمیشه. یعنی اینها صم بکمن هستن. بل طبع الله علی قلوبهم فهم لا یؤمنون. این معنیش هست. خدا دل را چنان مهری زده که ایمان نمی آورد. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. به این معنی هست که لن تقبل توبتهم یعنی هرگز توفیق توبه نمیشه که پذیرفته بشه. به این معنی نیست که واقعا اگر آمد و افتاد و خدایا بس غلط کردم خدا قبول نکنه. نه خیر، خدای عزوجل میگه که لا تقنطوا من رحمت الله، بار بار میگه توبوا الی الله جمیعا. پس این لن تقبل توبتهم اگر میخواهیم با تمام قرآن تطبیق داشته باشه باید معنیش کنیم چی؟ توفیق توبهشون نمیشه. و اولئک هم الضالون. این انسان ها گمراهانند، اینها گمراهانند. خب اما یک توبه دیگری هست که قبول نمیشه، اون توبه آخرت هست. اونجا چون جای توبه نیست، جای توبه دنیا هست، اونجا نه توبه قبول میشه نه چیزی دیگر. الله می فرماید ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار. بدون شک کسانی که کفر کردند و مردند و هم کفار، آنها در حالی که کفار یعنی مرگشون در حالت چی شد؟ کفر. خب الان آمده به میدان محشر به بارگاه الله، میدونه که داره به جهنم میره، میخواد فدیه بده، میخواد رشوه بده. بالفرض، این بالفرض و المحال است. اونجا که ارسونم کرشی هم ندارد، اما اگر داشته باشد الله میفرماید به اندازه پری زمین طلا داشته باشد. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. هرگز هرگز قبول نمیشه از هیچ کسی آنها، از احدی از آنها، ملء الارض ذهبا به اندازه پری زمین طلا قبول نمیشه. ولو افتدا به، گرچه آنها را فدیه بده. اولئک لهم عذاب علیم. این انسان ها، این افراد، این گروه برایشان عذاب دردناک است. و ما لهم من ناصرین. نفی شفاعت قهری، هیچ یاوری، هیچ ناصری ندارن. برای آنها هیچ ناصری وجود. اینها در دنیا افتخار میکردن که ما چی داریم؟ ما شفیع داریم. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سفارش ما میکنن. خدا میفرماید اونجا ناصری و شفیع برایشون وجود ندارد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين
أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور، قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور، فيه السعادة واليقين.